چند نکته از حقوق تجارت. حقوق که جمع کلمه حقه، یعنی امتیازاتی که قانونگذار برای اشخاص در نظر گرفته. در تجارت هم روابط تجار و تکالیفشون در برابر یکدیگر بررسی میشه. حقوق تجارت یعنی حقوق اعمال تجاری و حقوق تجار. به عبارت دیگه حقوق تجارت مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر اعمال تجاری و تجاره. 1303 و 4 بود که اولین قانون تجارت در ایران تصویب شد. بعداً در 1311 این قانون تغییر کرد و در 600 ماده به تصویب رسید. قانون تجارت ایران برگرفته از قانون ناپلئون فرانسه است. منابع حقوق تجارت اول قانونه که خودش شامل قانون اساسی، قوانین عادی، شامل قوانین تجاری، مدنی و کنوانسیون‌های بین‌المللی و بعد مصوبات مراجع خاص مثل نظریات شورای نگهبان یا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصمیمات هیئت وزیران شامل تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌ها. از دیگر منابع حقوق تجارت عمل فعالان تجاری، بعد رویه قضایی و عقاید علمای حقوق تجارت. بعد از تصویب قانون تجارت در 1311 تنها اصلاحیه اساسی که این قانون داره در سال 1347 بوده که مواد 21 تا 93 این قانون تغییر پیدا کرده و اصلاح شده در 300 ماده مربوط به شرکت‌های سهامی. و در تیر ماه 1384 به همت وزارت بازرگانی تجدید نظر کلی در تمام قانون تجارت انجام شده که پس از تصویب در هیئت وزیران به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده. ممکنه به موجبش قانون تجارت تغییراتی داشته باشه. عمل فعالان تجاری یعنی عرف و عادت تجاری یا رسم تجاری که با هم تفاوت‌هایی دارن. عرف و عادت تجاری همون رویه عملی تجاره که در انجام معاملات تجاریشون بهش پایبندن که در هر حال لازم الاتباعه. رسم تجاری رویه عملی تجار مربوط به منطقه یا صنف خاصی از تجار. پس مثل عرف و عادت فراگیر نیست و در صورتی الزام آوره که مورد توافق قرار گرفته باشه. البته عرف عام و خاص هم داریم که عرف عام در خصوص همه معاملاته، اما عرف خاص مربوط به زمینه خاصی از تجارته و برای حل تعارض عرف با قانون، اگر تعارض عرف با قوانین امری بود قوانین مقدمند و در صورت تعارض عرف با قوانین تکمیلی عرف مقدمه. یکی از منابع حقوق تجارت رویه قضایی نام برده شد که به معنای نحوه برخورد و طرز عمل دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی مختلفه. گرچه مرجع قانونه ولی استنباط از قانون ممکنه متفاوت باشه که منجر به رویه‌های متفاوت میشه. هماهنگ کردن رویه‌های قضایی دادگاه‌ها به عهده هیئت عمومی دیوان عالی کشوره. رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور رو رأی وحدت رویه قضایی میگن که به موجب قانون برای تمام دادگاه‌ها و شعب دیوان لازم الاتباعه، یعنی رأی وحدت رویه در حکم قانونه. پس آراء وحدت رویه قضایی که در موضوعات تجاری صادر میشن از منابع حقوق تجارت محسوب میشن. تاجر کیست؟ ماده 1 قانون تجارت تاجر رو کسی تعریف کرده که شغل معمولی خودش رو انجام معاملات تجارتی قرار داده باشه. پس رکن تاجر بودن انجام معاملات تجارتیه که منظور همون معاملات تجارتی ذاتیه مندرج در
ماده 2 قانون تجارته و از شروط تاجر بودن یکی این است که انجام اون معاملات تجارتی شغل اون شخص باشه، یعنی مستمرن و برای امرار معاش انجام بده. و دیگر این که به نام خودش صورت بگیره. ضمناً تاجر همیشه شخصی حقیقی نیست، ممکنه حقوقی باشه که معمولاً اشخاص حقوقی در قالب شرکت‌های تجاری فعالیت می‌کنند و دولت یا مؤسسات دولتی که عهدهدار کشورن اگر هم در این راستا فعالیت کنن تاجر به حساب نمیان، ولی شرکت‌های دولتی که اعمال تجارتی انجام میدن تاجرن، ولی قوانین خاص خودشون رو دارن و در موارد سکوت هم طبق ماده 300 لایحه اصلاحی قانون تجارت تابع مقررات تجارتی هستند و دولت هم در اعمال تصدیگری تاجر به حساب میاد. مطابق اصل 43 قانون اساسی در انتخاب تجارت و اشتغال آزادی وجود داره. با این حال به ملاحظاتی گروهی ممنوع از تجارت هستند. مهجورین که شامل مجنون، دائمی یا ادواری و صغیر، ممیز یا غیر ممیز و سفیه که بر اساس قانون امور حزبی هیچ یک از اینها اجازه ندارند که تجارت کنن و نمایندگانشون هم حق تجارت کردن از طرف آنها رو ندارن مگر مهجور ممیز که با اجازه ولی یا قیمش میتونه تجارت کنه. در رابطه با اتباع بیگانه قانون کار شرایط اشتغالشون رو در ایران معین کرده. اتباع بیگانه برای اشتغال در ایران باید روادید با حق کار مشخص داشته باشن و از وزارت کار پروانه کار بگیرن که البته باز هم محدودیت هایی دارن. مثلا نمیتونن به دلالی مشغول شن چون برای این کار باید تابعیت ایرانی داشته باشن و در کارهایی مثل حق العمل کاری گمرک یا حمل و نقل های داخلی هم نمیتونن مشغول شن و استثناءاتی برای اشتغال اتباع بیگانه وجود داره. کارمندان هم در ساعات اداری از اشتغال به هر شغل دیگری منع شدن و این به این معنی نیست که در ساعات غیر اداری نتونن تجارت کنن. سردفترها مطابق قانون سردفتران از تجارت ممنوعن و در صورتی که مشغول به اعمال تجاری بشن مرتکب تخلف انتظامی شدن و مطابق ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات قاضی هم از اشتغال به امر تجارت منع شده و در صورتی که تجارت انجام بده مرتکب تخلف انتظامی شده. اما در رابطه با وکلا قانونی که در آن تصریح بر ممنوعیت یا عدم ممنوعیت وکلا جهت اشتغال به امر تجارت شده باشه وجود نداره، ولی بدیهیه که وکیل نباید منافی با اعمال وکالت کاری یا رفتاری رو انجام بده. لازم به ذکره که هر کدوم از مشاغلی که از تجارت ممنوعن اگر اشتغال به تجارت داشته باشن اون امر تجاری محسوب میشه و اون اشخاص صرفاً تخلف انتظامی انجام دادن. ضمناً برخی از اقسام تجارت با اخذ پروانه و مجوز خاص اشتغال در اونها ممکنه و بعضی هم منحصراً در دست دولته و اشخاص نمیتونن در این زمینه‌ها به تجارت بپردازن مگر با صدور مجوز دولتی مثل بانکداری، هواپیمایی، بازرگانی خارجی، صنایع بزرگ.